چرا مردا احساسات خود پنهان میکنن؟ آیا جامعه ای را به اونا یاد داده؟ مردا اصلا احساس دارن یا کسی به اونا اجازه نداده که احساساتش بیان کنه؟ امروز با مهمان عزیز ما در مورد مفهوم مرد در جامعه افغانستان و چالش هایی که با آن روبرو هستند گپ میزنیم. با ما همراه باشید. در جامعه مثل افغانستان مرد بودن چه مفهومی داره؟ یعنی از مرد بودن چه برداشتی میشه؟ مرد بودن در جامعه افغانستان معمولا سنگ بودن میگن دیگه به اصطلاح عامیانه. مرد بودن در جامعه افغانستان بیش از حد مسئولیت پذیری است. نباید احساسات خود را بروز بده، نباید سختی زندگی را با کس دیگه شریک بسازه، نیاز و مشکلات خود نباید به فامیل بگویه. معمولا به این شکل معرفی میشن یا همون مفهوم و معنای مرد بودن در جامعه افغانستان نمیست. مرد بودن چه فشارها و چالش هایی در جامعه ما داره که شما هرگز نمیتونین در مورد اونا آزادانه صحبت کنید؟ اگر در این باره رو بگویم، فشار و مسئولیت است و فشار روانی است. گیر ما از خردی بر ما یاد دادن که باید مردها احساسات خود نباید بروز بدن، نباید غم و غصه خود با فامیل شریک بسازن و بعضی موضوعات است. ما البته من حیث یک خاطر اگر بگویم، مثلا 6 مکتب بودم، استاد علوم دینی ما یک سوال از ما کرد که من نتونستم اصلا نتونستید جواب بده. گفت که چرا مردها نسبت به زنها زودتر میمیرن. خود استاد هم در این باره خودش هم جواب داد، گفت که اما وقتی که غم و غصه و ناراحتی زندگی رو وقتی که بروز نمیتن، با کسی یاد نمیکنن، او رو در دل خود منحیث یک کینه سر به سر میکنن و او حتی گفته میتونیم در سینه‌اش منحیث یک سرطان میشه. و به می خاطر است که نسبت به خانم ها یا نسبت به زن ها مردها زودتر میمیرد. چی باعث میشه که شما به عنوان یک مرد نتونین احساسات خود بیان کنین و این مسئله را از چه سنی و چطوری یاد میگیرین که یک مرد نباید احساسات خود بروز بده؟ و آیا اگر احساسات تا نبروز بدین این باعث میشه که شما ضعیفتر دیده شوید؟ اگر بگویم از سنین خیلی خورد تا از سنینی که آدم تازه عقل پیدا میکنه. من مثلا اگر بگویم زمانی که ما قسمت بدن خود افغان میکردیم و پیش مادر میرفتیم و مادر ما میگفتیم با گریه و زاری میگفتیم که این قسمت بدن ما افکار شده و مادر ما همیشه بر ما میگفت که نه، بعد گریان نمیکنه، نباید گریان کنین، مرد باید قوی باشه. این مسائل از ما یاد میگیریم و از همین سن است که ما یاد میگیریم که نباید این مسائل این تنها یک زخم کوچک است. ما باید درباره موضوعات خیلی بزرگ، یعنی غم و ناراحتی جیگرخونی زندگی که فکر میکنیم وقتی بر کس بیان کنیم غرور ما زیر پای میشه. آیا به عنوان یک مرد توجه کافی و لازم را از طرف خانواده دریافت میکنید؟ اگر شخصا خودم بگویم، بله خیلی توجه توسط فامیل قرار گرفتیم. از این سپاسگزاری میکنم از پدر و مادر بزرگوارم. و دیگه در بعض خانواده‌های افغانی معمولا پسرها را یک ذره به اصطلاح زیادتر ناز میتن و توجه نسبت به دختر که بچه را خیلی توجه برش میکنن. چرا؟ چون که ما از دانشان میشنیدم میگه دختر صبور و زرسی میکنه و میره خانه شوهرش و همی پسر است که ما را نگاه میکنه و نان میته و آب میته و زیر بالش همی پسر ما را میگیره. در شرایط فعلی افغانستان آیا مردها آزادی کامل خود را دارند؟ درست است که در شرایط کنونی محدودیت‌های زیادتری برای زنان گذاشتن. دروازه‌های مکتب برایشان بستن، حتی اجازه رفتن به پارک را هم ندارن. اما آزادی که به مردها داده شده هم گفتن نمیتونیم آزادی است، چون که محدودیت‌های زیاده وجود داره که زندگی کردن بر مردها را سخت ساخته. اینقدر دخالت‌های زیادی که در زندگی شخصی مردها دارن، مثال دراز ماندن ریش و موی و داشتن پوشش خاص و یعنی اینها میتونیم گفت که بیش از حد دخالت کردن. حتی از مردها حق شادی را گرفتن. به عنوان مثال اگر ما بگویم، چند روز پیش در فضای مجازی یک ویدیو را دیدیم که جوانان از دانشگاه فارغ شده بود، اما یک تایپ کوچک در دستشان داشتن، امو را روشن کرده بودن، در حال شادی بودن و یک از افراد طالبان آمد و امو به اصطلاح تایپشان گرفت و شکستان. مردها در شرایط فعلی نه تنها آزادی کامل خود نداره، بلکه شور و ذوق زندگی کردن و حتی انگیزه درس خواندن و تلاش کردن هم از دست دادن. به نظر شما مردای امروز افغانستان بیشتر از همه به چه چیزی نیاز دارن؟ به نظر من اگر بگویم بیداری و اتحاد درشت است که تمام بلاهایی که بالا یک ملت وقت تحمیل میشه در نبود فقدان بیداری است. شما این جمله را همیشه شنیدین که فرد و جامعه دو روی یک سکه هستند. وقتی فرد رشد کنه، جامعه هم اتوماتیک به طرف پیشرفت و به طرف آبادی میره.
متاسفانه در جامعه ما سواد هم خیلی کم است. خیلی مهمترین و اساس‌ترین، مثلا شما ژاپن بعد از بم اتم مطالعه میکنین، اولین کار کرده سیستم معارف خود رشد داد، درسخانه ها جور کرد و متخصص تولید کرد. ولی متاسفانه در کشور ما متخصص نیست. امروز کسی که 12 پست است و با کسی که ماستر است سطحش اردوش مساوی است. یعنی هیچ نوع ابتکار و نوآوری نداشتن. ما بر علم هم یک نگاه ابزاری داریم. فکر میکنیم بعضی که ما باید از یک رشته که فارغ میشیم باید بر ما دفتن کار داده شود، که اصلا یک ذهنیت غلط است. و تا زمانی که بیدار نشیم، تا زمانی که ذهنیت خود تغییر ندیم، تا زمانی که جهان بینی خود تغییر ندیم، هر کس هر رقم دلش بخواد بالای ما حکومت میکنه، بالای گردای ما پای میمونه. شما از می 50 سال قبل افغانستان در نظر بگیرین، هر رقم حکومت آمده و بالای مردم حکومت کرده و بالای مردم ظلم کرده و این میتونیم گفت که مثل یک ژنتیک در ذهن هر فرد و هر افغان مانده که ما هم رقم یک کشور بدبخت هستیم، در حالی که چنین نیست. ما واقعا یک توقع داریم از نسل جوان ما که باید این بیداری را در خود رشد بدن و نگذاریم بعد از دیگه هر کس بالای ما هر رقم که دوست داشت حکومت کنه.